آخوند نجما را از ابتدای الفبا شروع کرد. او را دعا کرده، بچه ها آمین گفتند. پس از دعا نجم الدین از نزد آخوند مرخص شد. نجما را در مسجد بگذارید. چند کلمه از خواجه بشنوید. خواجه به کاروانسرا رفته اسباب خود را آماده ساخت و از آنجا برای تجارت عازم ولایت‌های دیگر شد. خواجه را در اینجا به سوداگری بگذارید و چند کلمه از نجما بشنوید که خود را در ظرف 1 هفته به کلام مجید رسانید. آخوند به نجما درس 5 کتاب می‌آموخت، اما دختر پادشاه نیز تیر عشق نجما را خورده بود. او در یک سوی مسجد درس می‌خواند و نجما در سوی دیگر مسجد درس می‌خواند.